الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، حاضران محترم، ما و شما این لحظه به خاطر جنازه این برادری که در سن 32 سالگی دنیای فانی را ترک گفته به سوی آخرت بازگشت کرده از جنازه میخونیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم. در این دنیا یک مدتی اندک مهلت داریم، وقت داریم و آخر همه از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت میکنیم. یعنی دنیا همیشگی و ابدی نیست. به تعبیر مولانا و دنیا دل مبن ایار که دنیا زار میماند، همه کس میرود یک خالقی جبار میماند. در این دنیا هیچ کس باقی نمیماند، یگانه تنها الله رب العالمین باقی میماند. وقتی که ما و شما در مراسم و محفل جنازه جمع آمدیم، ما باید درس بگیریم یک روز این چنین ما هم سفر داریم. هر یک کدام ما حتما این چنین یک روز مردم برای جنازه جمع میزنند. در بالای این چارچوب خواب هستیم و با جسمی دردمند و یک جهان دلی پرحسرت از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت میکنیم. مرگ این خودش فرضی هست که حتمی هست، بخواهی نخواهی انسان از دنیا میرود. اما در مرگ یک حکمتی هست برادران عزیز که هیچ شخصیت نمیدونه که مردنش کی است. این خودش یک سیری ازلی، یک سیری الهی هست. چون که انسان اگر بدونه که فلان وقت فلان روز میمره، دیگه سرش از سجده نمیبرداره. وقتی که ما و شما در این دنیا در حالت امتحان سنجش خدا قرار داریم، به همین خاطر ما نمیدونیم مرگ ما کی است. به همین خاطر همه وقت همیشه انسان باید آماده و تیار برای مرگ باشه. این شب و روزی که ما زندگی داریم، یک خیفناکی و خطرناکیش در این است که مرگ مفاجات، مرگ ناگهانی زیاد شده است. ببینید که بسیار شخصیت های را ما جنازه میخونیم و در جنازه جمع میاییم، میگن که بی درد بود، یعنی که ساعت بود، درد نداشت، کسل نبود، ناگاه خواب رفت دیگر نخیست، یا اینکه به سبب یک سکته دید، یا اینکه به سبب فشار دوله نمیگن، یا دیگر مرگ غلفت امروز زیاد شده است. و همین خاطر ما و شما باید خیلی هوشیار باشیم. نشه پناه به خدا که در خواب نمانیم که سحر دیگه خیسته نتونیم. و همین خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و آله همه وقت همیشه برای مرگ آماده باشید، برای مردن تیار باشید. چون که بعد این مرگ نزد پروردگار است. رب العالمین میفرماید استعذ بالله کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. میگه تمام صاحب نفس شربت مرگ میچشه، بعد از اون به سوی ما میآید. یعنی بعد مرگ نزد خدا رفتن است. برادری عزیز، نزد خدا برای چی میرویم؟ امروز اکثری بچه های دانشجوی ما وقتی بگیم اگزمین ها و وقتی یعنی پرس و پاسشونه که آیا در دوام 4 ساله که خواندن چی حاصل برآوردن، همه پاهاشون در لرزه که مبادا که ما را یعنی از دانشگاه سر نکنن. بعد از این مرگ برای حساب و کتاب، برای امتحان و برای پرسش نزد پروردگار رفتن است. به همین خاطر ما باید یک نوع زندگی کنیم که وقتی که از دنیا به سوی پروردگار میرویم جواب داشته باشیم. پروردگار ما را از لحظه های زندگی از حیات میپرسمون. برای 40 سال، 50 سال، 20 سال، 30 سال عمر دادم، در این هدیه بخشیدگی من تو چی کردی؟ برای من چی آوردی؟ نشوه که دست خالی برویم. برادران عزیز، همه ما و شما الحمدلله با این ایمان داریم که بعد از مردن ما را در قبر میپرسن. چی میپرسن؟ من ربک. جناب پیغمبر وقتی انسان در قبر ماندن، حتی انسان شلفه پای شخصیت هایی که از تار سر قبرش دور میشن، شلفه پای اونها را میشنوه. میشنده که مردم نه تنها گذاشتن، نه زنت میمونه، نه فرزندت، نه اکا و دادرت. میدید از انسان، میشنده، از احساس میکرده که پاهاش و قدم زنی هاش از نزد من دور شده ساده. اکنون اونها که دور شده پایان قبر کشاده میشه و دو ملائکه میتره که خیلی بد هیبت هستند، خیلی صورت خیفناک دارند. اونها از سه چیز میپرسیدن: من ربک، ربی تو کی هست؟ تو بنده کی هستی؟
کی را در دنیا بندگی میکردی؟ هر کس ربی الله گفته نمیتونه برادر عزیز. هر انسان در قبر نمیتونه در حال جواب بگه. این نیست که ها من حاضر میدم که رب خدای من الله هست، پیغمبر محمد صلی الله علیه و دینم اسلام است، همه چیزا میدونه. اما او لحظه دلیل در کاره، حجت در کاره. وقتی بگن من ربت کی هست؟ انسانی که امروز عمل کرد، عبادت کرد، بندگی کرد، اطاعت کرد، او لحظه میگه ربی الله، ربی من الله هست. اما انسانی که امروز نکرد، نماز نخواند، حکمی پروردگار را رعایت نکرد، او لحظه میپرسه من ربک؟ میگه لا ادری، نمیدانم ربم کی بودن، نمیدونم چون که بندگی نکرده بود. میپرسیدن ما دینو که در کدام دین زندگی میکردی؟ حکم و قانون کدام دین رعایت میکردی؟ انسانی کرده باشه میگه دینی الاسلام، من در دین اسلام، من الحمدلله مسلمان بودم، مسلمان زندگی کردم، 5 وقت نماز و قضا نمیکردم، حرام و حلال رعایت میکردم، به همدیگر بدبینی نداشتم، کینه نمیگرفتم، مردم غیبت نمیکردم، دشنام نمیدادم، حق مردم نمیخوردم. من در حکم قانون شریعت اسلام زندگی داشتم. من نبی یا که در روایت میگفتم پیغمبرت کی هست، یا که صورت جناب پیغمبر رو می آوردم، میگفتم در حق این شخصیت چی میگوی؟ آیا با این آشنا هستی یا نیستی؟ اگر امروز پیغمبر را دوست داشتی، اطاعت کردی، موافق سنتش زندگی کردی، او لحظه میگفته این حبیب منه، دوست منه، پیغمبر منه، این شخصیتی است که من با الله رب العالمین آشنا کرد. من هر چیزی که فهمیدم و دانستم از گفته های این احساس کردم. انسان خوب جواب گفته میتونسته، اما انسان بد میگه نمیدانم، لا ادری، نمیدانم. چقدر حالتش سخته. جناب پیغمبر فرمود القبر روضة من ریاض الجنه، قبر یک باغچه از باغهای جنت میشه، یا اینکه حفرة من حفر النیران، یا اینکه پستی از پستی های دوزخ. قبر خانه عمل است. در قبر نسب یعنی شخصیتی به کار عمل، صندوق عمل هر شخصیت. با این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار حرکت کنیم که خانه آخرت ما حتما ببینه از پیش رفتن بوده است. از پیش حتما مرگ حتمی روز با بالای ما می آمده است. با این خاطر ما و شما باید آمادگی و تیارگی برای این روز ببینیم. عزیزای خدا یک مثال میارم، میگه انسان حیاتی زندگی انسان مثل بین اذان و قامت است. ما و شما همه میدونیم که وقتی کودک تولد شد اذانش میگن، حتما کودک سنت است اذان گفتن. وقتی کودک تولد شد اذانش میگن. اذان برای چی گفته میشه؟ اصل عادتا اذان برای نماز گفته میشه. ببین که وقتی کودک تولد شد اذانش میگن، آخر نمازش میخواند. ببین که حیات انسان چقدره، بین اذان و نماز چقدر کوتاه، یعنی چقدر زود. هر کدوم ما و شما ای 25-30 بالای مکه جان، ای 25-30 بالایم. این برادر 32 بندگی کرده است. ببینه برادر عزیز، این مرگ به اختیار می آید. یک نوع زندگی کنیم که آخر ای دنیا به نزد خدا را به سر بلند برویم. آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. با آبرو رفتن شرط برادران عزیز. یا نوعی بریم که خدا ما را قبول داشته باشه، یا نوعی بریم که در نزد پروردگار به سر بلند باشیم، جواب داشته باشیم، نشود سر تا قدم پرست. ما خودمون والله فریب داریم برادر عزیز، نه دیگرها را. شخصیتی که نماز نمیخونه، شخصیتی که خیانت میکنه، شخصیتی که گناه و معصیت والله وای خودش فریب داره، دیگه کس فریب نداری. خود فریب داره که لحظه های عمر با بازی، با بیهودگی، با خیانت، با جنایت، با گناه و معصیت گذرانده شده ای. روز میگه شخصیتی را جناب پیامبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، میگه همراه جناب پیامبر بودیم، یک تابوت به نزد میگذراندن. مردم گفتن یا رسول الله بسیار انسانی خوب بود، انسانی صالح بود، نیک بود. جناب پیامبر گفتن وجبت، گفتن براش واجب شد. میگه از قفای وای تابوت دیگر را گذراندن. مردم گفتن یا رسول الله بسیار انسانی بد و ناپاک و ناخوب بود، بی نماز بود، خیانتکار بود، حقخور بود، مردم آزار بود. میگه جناب پیامبر گفت وجبت. حضرت عمر میگه پرسیدم یا رسول الله چی چیز واجب شد؟ شما انسانی خوب هم گفته وجبت، انسانی بد هم گفته وجبت، چی چیز براش واجب شد؟ جناب پیامبر گفتن شخصیتی را که شما با نیکی یاد کرده برای او جنت واجب شد. خداوند جنتی میگردان، را داخل جنتش میکنه.
اما انسانی که شما با بدیاتش کرده برای او جهنم و دوزخ واجب شد. جناب پیامبر شما شاهدهای خدا در روی زمین هستید. هر انسانی را که مردم به نیکی شهادتی بتیان برای وی جنت واجب می شود. با تعبیر دوستای خدا میگن این عمر به ابر نوبهاران ماند، این دیده به زیر کوهساران ماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگیش گزیدن به یاران ماند. یک نوع زندگی که وقتی از دنیا رفتی مردم حسرت بخورن، بگن چه انسانی خوب، چه صالحی بود. دوستای خدا میگن انسان روزی که تولد شدی، برای تولد شدن تو همه خندان بودن، همه یعنی خرسند و شاد بودن، اما تو گریان تولد شدی. آنچنان زندگی بکن که روزی که از دنیا می روی مردم همه گریان باشن، برای فراق رفتن تو خندان بروی. با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریانیم و او خندان برفت. اگر صالح باشی، پاکیزه باشی، بنده حقیقی خدا باشی، بلوی پر از خنده خرسند شاد، خداوند تو را دعوتت میکنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، و سری بلند میروی. اما ناپاک باشی، بد باشی، برادر عزیز بسیار حالتت بد است. اگرچه مردم از فراقت گریه کنند، اما آخرتت ویرانه هست. دنیا را آباد کردن شرط نیست برادر عزیز، آخرت آباد کردن شرطه. دنیا زراعتگاه، ما در دنیا میگیم که آخرت مون آباد کنیم، همیشه جای همیشگی در اینجا مانده نیست. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا زراعتگاه آخرت است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. من شنیدم خود زی پیر معنوی، هر چی که کاری همان را بدروی. در این دنیا هر چیزی کردی حاصل شده آخرت میگی. اکنون صحبت زیاد نمیکنیم، بالای هر انسان دو حق است، یکمش حق الله. این برادر چی عیب و کمبودی بین خودش پروردگار کرده باشه، حوالش به پروردگار میکنیم. خداوند بسیار بخشنده مهربان است. دیمش حق بنده های خدا، شخصیت هایی که این شخصیت میشناسن، چی اگر در اینجا حضور باشن یا اینکه چی از طریق این نوارها شاید ببینن، اگر چی کمبودی کرده باشه ببخشنش. خداوند بخشنده ها را دوست میداره. اگر یگان قرضدار باشه، وارثاش برادرها شاید بدگی هستن، از طریق نوارها بشنون و گردن بگیرن حقش ادا کنن. چون که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که انسان قرضدار در درون قبر دست و پاش زنجیر بند هستند، تا ادای قرضش و عذاب خدا خلاص نمیشه. و این خاطر قرضداری هم خیلی، یعنی خداوند تمام گناه ها میبخشه اما قرض نمیبخشه. قرضی که از مردم گرفته، و این خاطر خیلی هوشیار بودن در کار. قرضداری هم امروز خیلی زیاد است. دعا کنیم در آخر که پروردگار بزرگوار برادرمون سفر آخرتش به خیر بگردانه، زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگار شب اولش در قبر آسان بگردانه، پروردگار گناهاش بخشیده بگردانه. پروردگار در برابر مصیبت برای اهل بیت صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرما. پروردگار جمعیت ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه.